سلام به تمام دوستای عزیز، خانوما و آقایون عزیز از هر جای دنیا که دارید ما رو نگاه میکنید. حال دلتون خوش باشه. من زمانه هستم از آنتریوی کانادا، دارم با شما صحبت میکنم. برای کسایی که اولین بار منو دارید از پیجای عزیزای دیگران میبینید، من یه مادر هستم، مادر 2 تا دانشجو و 24 ساله که در کانادا دارم زندگی میکنم. در ایران کارشناس تغذیه بودم، اینجا در دبیرستان کارمند رسمی آموزش پرورش هستم، با بچه‌های استثنایی کار میکنم. این یکی خیلی خلاصه و مختصر در مورد من. امروز ما 3 تا عزیز دیگه اینجا داریم که خودشونو براتون معرفی میکنن و موضوع این بحث ما اینه که اصلا چرا ما این بیزینس آنلاین و یا این موقعیت اینترنتی پربرکت رو شروع کردیم. من شروع میکنم از سمت چپ خودم. پگا جان شما لطفاً بفرمایید و استیج برای شماست. خیلی ممنون، مرسی سمانه جون بابت دعوتتون و سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز و کسایی که الان دارن لایو ما رو میبینن یا ضبط شدهشو بعدا نگاه میکنن. من پگا هستم و ساکن دالاس آمریکا. به مدت 8 سالی که مهاجرت کردم. بک‌گراند تحصیلی مهندسی ایمنی و صنعت هستش. البته در کنارش هم کار شنا انجام میدم، مربی شنا هستم که اینجا تابستون‌ها کلاس شنا میگیرم. برای خود متاسفانه نتونستم توی رشته خودم مشغول به کار بشم. از زمانی که اومدم بچه دار شدم و دیگه مشغول 2 تا بچه هستم دیگه. اینکه همین دیگه. آره منم که داستانم اینجوریه. الان 8 سالی که اینجا. آره مرسی. سلام. البته یه چیزی هم بگم، من از 24 سالگی مهاجرت کردم. 10 سال کویت بودم، بعد از کویت اومدم اینجا دیگه. کلا همش در حال مهاجرت و دیگه داستان‌های مهاجرت و سختی‌های اونها رو بعداً مرسی. آره آقای حمید رضا شما خودتون رو معرفی کنید برای دوستان لطفاً. خواهش می‌کنم. درود و احترام دارم به تمام عزیزانی که این برنامه رو یا به صورت لایو میبینن یا بازپخشش رو میبینن. همچنین به همکاران عزیزم در استودیو عرض ادب دارم. بنده حمیدرضا مطیع‌فر هستم، ساکن کالیفرنیای امریکا. حدود 14 سال پیش به همراه همسرم و فرزندم مهاجرت کردم اینجا. در ایران معلم بودم، مدرس بودم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران بودم. دیگه اومدم اینجا هم باز به شغل شریف معلمی همچنان مشغول هستم. خدمتتون عرض کنم که اینم در مورد من. خواهش میکنم. بسیار هم عالی. لیلی جان سلام به دوستانی که دارن ما رو تماشا میکنن. وقت همه بخیر. من لیلا هستم، ساکن لندن انگلستان. من 22 سال ایران رو ترک کردم. 7 سال فرانسه درس خوندم در رشته مدیریت و اقتصاد و مدیریت و بعدش به انگلستان مهاجرت کردم و حسابداری خوندم، مالی، و الان 13 سالی که در امور مالی و حسابداری کار میکنم. الان روی یه پروژه زیرزمینی دریایی حسابداریشو میکنم و این بیزنس رو شروع کردم یه ساله. بسیار هم عالی. عزیزان شماها ما رو از پیجای خودمون حتما دیدید. ما هر کدوممون میایم و جدا جدا در مورد این موقعیت اینترنتی پربرکت برای شما صحبت میکنیم. سعی میکنیم که خودمون رو بشناسونیم، از مزیتاش براش بگیم و کار ما اینجا اطلاع رسانیه. موضوع امروز ما اینه که اصلا چرا میبینید که ما 4 نفرمون بک‌گراندهای مختلف داریم در زمینهای مختلف و هممون هم کارهای خودمون رو داریم و از نظر سنی هم متفاوتیم و خیلی خانوم داریم، آقا داریم. چون یه عده میپرسن و این فقط برای خانوماست، میگیم نه، ما خانوما فقط بیشتر دوست داریم بیا جلو دوربین. مشکل اینه وگرنه آقایون خیلی موفقی هم داریم. میخوایم امروز بحث امروزمون اینه که بدونیم چرا دلایل ماها چی بوده که انتخاب کردیم که این راهو پیش بگیریم. برای خود من
من اینجا خیلی سختی کشیدم اومدم. خب 24 سال تمام فامیل من همه در ایران هستن. من فقط همسرم و 2 تا بچه‌ام و یه پاپی که ممکنه گهگدار بیا یه داد و فریادی هم براتون بکنه. من از الان از شما عذرخواهی میکنم. اینجا دارم زندگی میکنم و همه شماها مادرایی که با بچه‌هاتون تنها هستین درک میکنن، مهاجراتی که تازه اومدین درک میکنن. من مجبور شدم به خاطر اینکه کسی رو نداشتم و 2 تا بچه داشتم و هزینه مهد کودک و اینا خیلی زیاد بود، تصمیم گرفتم که کاملا رشته‌مو عوض کنم، چون اون موقع یک همچین موقعیتی وجود نداشت متاسفانه. اگه داشت که خب خیلی خوب بود، من حتما این کار میکردم. در اون زمینه در اون موقع خب جوانتر هم بودم، به فکر جوان من این رسید که اگه یک کاری رو در دبیرستان شروع بکنم و در مدرسه شروع کنم، زمان بیشتری با بچه‌های خودم دارم و همین کارو کردم. همیشه هم دوست داشتم درس بخونم، همیشه هم شاگرد اول بودم و این کارو کردم و درسمو خوندم و کارم خیلی سریع پیدا کردم با اینکه سخته، ولی چون تعداد بچه‌های استثنایی خیلی زیاده و اینجام توی کانادا واقعا بهشون امکانات میدن از نظر اینکه خب پیشرفت بکنن با توجه به تواناییشون، من تحقیق کرده بودم دیدم بله این بازار کار خیلی خوبه و من هیچ وقت هم کارم از دست نمیدم. این کار شروع کردم و بعد فکر می‌کردم مدل ایران اگه بخوام که بازم مدرک بگیرم، حقوقم تو آموزش پرورش میره بالا چون کار دولتی بود، ولی اینطوری نبود. من حتی اگه پی اچ دی هم می‌داشتم هیچ فرقی در درآمدزایی من نداشت. متاسفانه من یه پست گراد گرفتم در زمینه بیهیویر ساینس. تنها کاری که شد این که بچه‌هایی که مشکل رفتاری سخت‌تر داشتن به من دادن و من صدمه خیلی خوردم، چون بچه‌ها تو دبیرستانن و میتونن روشی که صحبت می‌کنه که با گاهی وقتا چیز پرت می‌کنن و میزنن و این برنامه‌ها. من کانکاشن گرفتم، من شونم پاره شد و خلاصه بدنم خیلی فشار اومد. این یکی از دلایلیه که خیلی‌ها دارن که میان و این بیزینس رو شروع میکنن. مال من دلیلم این بود، چون به من گفتن که اگه برگردی، چون من پرده چشمم نه به خاطر بچه‌ها، اون اصلا دلیلش معلوم نیست، پاره شده بود و عمل چشم انجام دادم 2 سال. من تو مرخصی استعلاجی هستم، اون هیچ ربطی به اون بندای خدا نداشت. هنوزم به من میگن که it was your luck. حالا چرا؟ ولش کنید. و من دنبال یک کار دوم بودم، کاری که مال خودم باشه، تحت هر شرایط بدنی بتونم این کارو بکنم. اگه بخوام برم مثلا ایران، الان دوستایی هستن مسافرت میرن ایران، اینو با خودشون میبرن. مهمترین چیز برای من این بود که این کار قانونی باشه. خیلی تحقیق کردیم دیدیم که این کار قانونیه و من اینو انتخاب کردم. این دلایل، مثلا دلایل خیلی زیاده ولی چون دلایلمون خیلی شبیه به مزایا ربط پیدا میکنه و ما دلمون نمیخواد که شما این زمان زیادی مزاحمتون باشیم. من اصل دلیلم مشکلات بدنیم بود و اینکه دوست داشتم یا بازنشستگی راحتی داشته باشم در کنار عزیزانم. این موقعیت اینترنتی رو شروع کردم. پگا جان شما مرسی. بله سمانه جون، واقعا این دلایلی که گفتین میشه گفت نقاط مشترک همه ماها هستش. منم خب از وقتی که حالا مهاجرت کردم خیلی دنبال این بودم که یه درسی بخونم و اینکه بتونم اینجا وارد بازار کار بشم، چون به هر حال این تجربه کاری من در ایران بود و مدت زمان خیلی طولانی بودش که من توی اون رشته‌ای که حالا تحصیلات داشتم کار انجام نداده بودم و اینجا کار پیدا کردم برای من سخت بود و تصمیم گرفتم که وارد درس‌های مدیکالی بشم. یعنی حتی مثلا 1-2 سالی هم رفتم درس پرستاری رو خوندم و از اونجایی که حالا همسر من ایشون متخصص بیهوشی هستن در ایران و در کویت این کار رو انجام میدن، ولی متاسفانه اینجا خب مدارکش رو قبول نکردن و مجبور شدن که برن از زیر صفر شروع بکنن و اون رشته‌ای که حالا خودشون میدونین که اینجا بیهوشی بسیار رشته پرطرفدار و بسیار درآمدزا هستش و ایشون به من هی میگفتن که پگا تو اصلا آدم نرس نیستی، نمیتونی، خیلی سخته و هی میگفت شیفته، ما 2 تا بچه داریم. من فقط به اون نگاه میکردم که یک مدرکی بگیرم و اینکه بازار کار خوبی داشته باشه، لول اپ بکنم. پرستاری خب شاخه‌های مختلف داره، ولی خب هرچی که هی جلوتر میرفتم و میرفتم مثلا به صورت داوطلبانه توی بیمارستان ها نگاه میکردم، کارهای مثلا پرستارا رو میدیدم که ببینم مثلا من دوست دارم یا نه، ولی خب دنبال علاقم نمیرفتم، فقط دنبال این بودم که یک درآمدزایی خوب داشته باشیم که بتونیم به اون لولی که حالا همسر من قبلا داشت توی ایران و هم کویت، هم از نظر درآمد به اون لول برسیم، هم از نظر اجتماعی تقریبا خودمون رو بکشونیم بالا. ولی خب متاسفانه
نتونستم، یعنی دوست نداشتم این رشته رو. و همیشه من پرسونالیتی آدمی هستم که تفکر کارمندی ندارم، یعنی همیشه دوست داشتم یه کاری از خودم داشته باشم. ولی خب بیزینس های مختلف که آدم مقایسه میکنه آفلاین، مخصوصا شما یک سرمایه بسیار بالایی میخواین و همین که دانشش رو داشته باشی و توی این دانش داشتن ها باعث میشد که خب آدم خیلی زمین بخوره، خیلی ضرر بکنه. خیلی مشورت میکردم و اینا، ولی خب به هر حال اونم به هیچ نتیجه خاصی نرسیدم. میخوام بگم که من همیشه مایندستم به این شکل بود که بیزینس داشته باشم و من این تبلیغات رو خیلی میدیدم، ولی خب همیشه ایگنور میکردم. یعنی حدود 2 سالی بود من که این تبلیغات رو میدیدم و اصلا تمرکز خاصی روش نداشتم، تا اینکه تصمیم گرفتم که اصلا کلاً برم تو کار دیجیتال مارکتینگ، چون برادرم هم تو همین رشته ها بود و اون به من پیشنهاد داد که خب برو این کار رو انجام بده، به نظر من تو میتونی حتما این کار رو انجام بدی. و وقتی که این تبلیغ رو دوباره یک بار دیگه دیدم به خودم گفتم خب بذار نگاه کنم ببینم اصلا این چی هستش، که وبینارها رو نگاه کردم و دیدم که خب تقریبا اون چیزی که حالا من دنبالش هستم و میخوام برم درسش رو بخونم تقریبا یکی هستش. با این تفاوت که خوبی این بیزینس اینه که شما در همون موقعی که داری میخونی و یاد میگیری علم دیجیتال مارکتینگ رو تو پلتفرم‌های مختلف میتونی درآمدزایی هم بکنی. خب این پوینت مثبت این بیزینس بود، تا جای اینکه من برم توی دانشگاه درس بخونم علاوه بر هزینه‌ای که میکنم تازه بیام دنبال کار بگردم و اونم به صورت اینترنشیپ یه درآمد خیلی پایین به من بدن. ولی خب به هر حال تصمیم گرفتم که این بیزینس رو شروع کنم و دلایل دیگه هم به خاطر بچه‌هام بود، همین که آینده خیلی خوبی داره، همین بازنشستگی، پلن بازنشستگی، و من به این فکر کردم خب تا کی میخوام هی کار بکنم، حالا 60 سالم بشه 70 سالم بشه که اون موقع میخوام لذت زندگی رو ببرم. خب نمیشه که اون موقع دور خودم هم نمیتونم بچرخم، چه برسه بخوام لذت ببرم. تصمیم گرفتم که تو سن جوونی بتونم لذتش رو ببرم، در کنار بچه‌هام باشم و اینکه واقعا لحظه بزرگ شدنشون رو ببینم. و همچنین اینکه انقدر پتانسیل درآمدی خوبی داره این بیزینس، شما میتونی به اون لول اجتماعی و اون لول درآمدی که میخوایم برسیم شاید هم بالاتر از اون چیزی که من همیشه تصورم بود. این دلایل من بود و پلن بازنشستگی که خدمتتون. و یه چیز دیگه که این بیزینس به ارث هم میرسه، یعنی من میتونم آینده بچه‌هامو تضمین بکنم از 18 سال به بالا. آره صداتون قطعه سمانه جون. بسیاره. من از ترس میلی این کارو میکنم، یا بیاد پارس کنه این وسط. خیلی نکات بسیار بسیار گویا بود. آقای حمیدرضا شما بفرمایید. خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که بله، ما هم همین دلایلی که دوستان گفتن خیلی شبیه همدیگه هستیم، به خصوص چون مهاجرت کردیم. نقطه مشترک ما مهاجرته. همه ما تو ایران مشغول به کار بودیم. خب منم در حقیقت خیلی تو ایران بیزی بودم و شاید روزی واقعا 14-15 ساعت کلاس داشتم، خیلی هم انرژی داشتم و کلاس‌های مختلف میرفتم، کتاب‌های مختلف مینوشتم. حتی جالب اینجاست که بدونید من توی ایران چون رشتم کازمتیک بود، تخصص شیمی کازمتیک، من یک لابراتوار کرمسازی شخصی داشتم و یک سری کرم‌ها رو فرمول بندی کرده بودم و حتی شرکت‌های دیگه هم اومده بودن که این فرمول رو بگیرن، ترجیح میدادم چون فرمول خاص خودم بود خودم تولید کنم. و تو فکر این بودم که وقتی میخوام مهاجرت بکنم، چون پلن مهاجرت رو قبلا داشتم، برم تو خارج از کشور این استابلیشش کنم و این کار رو انجام بدم. خب مهاجرت کردم، اومدم اینجا. اول از همه رفتم سراغ همون داستان لابراتوار کرمسازی که اینجا ایجادش بکنم. دیدم چه داستان و چه هزینه هایی داره. اوه 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 اوه. بعد باید با یه سری به قول معروف گروه های مختلف درگیر بشی و بعد لابراتوار خودتو بزنی و کلی هزینه داره. دیدم نه، حقیقتا این کار اینجا شدنی نیست. خب حتی باورتون نمیشه، من اینجا 1 سال رفتم کلاس استاک مارکت و S&P 500 و نزدک و این دوره ها رو هم دیدم، به امید این که بتونم تو این بازار کسب درآمد کنم کنار کار تدریسی که داشتم. دیدم اینقدر این بازار شارپ و خطرناکه که
واقعا خیلی خیلی مهارت میخواد و خیلی خیلی تجربه عجیب و غریبی شما باید داشته باشید. خب اینم تا یه حدی انجام دادم گذاشتم کنار. یعنی میخوام این رو بگم که همش دنبال این بودم که یه کاری رو باید شروع بکنم، اما واقعا نمیدونستم چه کاری. یه کاری که خب به هر حال سرمایه گذاریش معقول باشه، زودم جواب بده، اینا همه دست به دست همدیگه داد. چند بارم واقعا من تبلیغات دوستان رو دیدم، اما خب به هر حال آدم اون نقطه عطفی که میخواد برسه که کی میخواد شروع بکنه رو خیلی مهمه. تا اینکه یه روز دل رو به دریا زدم و وارد این سیستم شدم، از نزدیک سیستم رو ابزرو کردم، دیدم چقدر افراد توی این سیستم موفق هستن و چقدر با هزینه بسیار بسیار اندک شما میتونید بیزینس خودتون رو ران کنید. این یک نکته بسیار بسیار مهمه، چون واقعا اینجا من دنبال راه اندازی بیزینس های مختلف بودم، این رو از نزدیک دیدم. اینجا شما با اندک سرمایه‌ای که میذارید که خیلی سریع هم این سرمایه شما برمیگرده بهتون، شما میتونید بیزینس شخصی خودتون رو داشته باشید با یک درآمد خیلی خیلی عالی. بعد وقتی وارد کامیونیتی شدم، افراد مختلفی رو دیدم. کامیونیتی ما داریم دوستان که نزدیک 190,000 نفر هست از همه جای دنیا. درآمداشون دیدم اصلا باورم نمیشد اینا این همچین درآمدایی دارن تو این بیزینس. هرچی جلوتر میرفتم بیشتر علاقه‌مند میشدم و احساس لذت بیشتری داشت. و الحمدلله این زندگی به این بیزینس به زندگی همه واقعا برکت داده. حالا امیدوارم دوستان عزیزی که واقعا این لایو رو میبینن انشالله یک روزی تصمیم بگیرن وارد این بیزینس بشن، قطعا به زندگی اون عزیزان هم برکت میده. و این واقعا دلایلی بودش که من وارد این بیزینس شدم و بسیار بسیار هم خرسند هستم. مثلا مهمتر وارد کامیونیتی شدم که خیلی خیلی اکتیو هست، دوستان خیلی خوبی همچنان نازنینانی که الان تو این لایو هستن و خیلی واقعا احساس خوبی آدم داره. یعنی واقعا فکر میکنه که یک کار خیلی خیلی ارزشمندی رو داره انجام میده. دقیقا هم همینطوریه. در خدمتتون هستم. بسیار هم عالی. لیلا جان عزیزم، مشتاقیم به دلایل شما رو بشنویم. خب من به عنوان یک کارمند هستم و فول تایم، یعنی تمام روز کار میکنم. ساعت هم خیلی طولانیه، خیلی استرس کاری دارم. باید دائم گزارش تهیه کنم برای هیئت مدیریه و سرمایه گذاران پروژه، روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه، و این واقعا منو زیر فشار روحی و فیزیکی میذاره. و من به خودم اومدم گفتم که واقعا باید یه پلان بی دیگه داشته باشم، یه بیزنسی را بندازم که در چند سال آینده طوری باشه که حقوق منم از حقوق کارمندی منو از حقوق کارمندی من بیشتر باشه. و واقعا ساعت‌های طولانی، حتی ویکند ها کار میکردم، لپتاپمو ویکند هالیدی میبردم با خودم که کار کنم برای کس دیگه و واقعا دیدم که واقعا نمیشه و واقعا تا 68 سالگی باید این کار رو انجام بدم که بازنشسته بشم، اونم برای بازنشستگی خیلی جزئی که بازنشستگی اون میره توی استاک مارکت و این استاک مارکت اصلا تکون نمیخوره، نه بالا میره هیچی. گفتم واقعا تا 68 سالگی کار کنم برای این بازنشستگی خیلی جزئی. و خدا رو شکر با این بیزنس به صورت اتفاقی آشنا شدم، تحقیقاتم رو کردم و دیدم واو میتونم تا 2-3 سال آینده که خیلی کار کنم روی بیزنسم، میتونم حتی ساعتهای کاریمو کم کنم و یه روزی شاید اصلا دیگه کارمند نباشم و رئیس خودم باشم. و خوبی این بیزنس اینه که به عنوان من که دارم کار میکنم، این بیزنس هم به صورت اتوماتیک داره برای خودش کار میکنه. من در روز میتونم به کار کارمندیم برسم و در غروب میتونم 2-3 ساعت بذارم به بیزنسم برسم و بقیه‌اشو خود بیزنس کارشو انجام میده به صورت اتوماتیک و فقط 2-3 ساعت کافیه و
و دیگه بازنشستگی که میتونیم وقتی که اکتیو باشیم میتونیم تا 3-4 سال آینده داشته باشیم و هم بازنشستگی فیکس میده و هم هر چقدر که اکتیو تر باشیم میتونیم کامیشن های کنارش هم بگیریم و بسیار خوشحالم که با این بیزنس پربرکت آشنا شدم. بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. دوستان شما همه شنیدید که ما هر کدوم دلایل خودمون رو داشتیم و یه چیزی که من توصیه میکنم به تمام عزیزانی که دنبال میکنن این داستانای ما رو و میبینن، هر چقدر ما بیایم برای شماها بگیم که این بیزینس این مزیت رو داره این مزیت رو داره، تا خودتون نیان از نزدیک خودتون لمسش نکنید نمیتونید تصمیم بگیرید. مثل من و همطور دیدید که حتی پگاجون هم گفتن 2 سال داشتن این تبلیغات رو میدیدن، ولی باور کنید برای من هم همینطور بود. الان تنها پشیمونیم اینه که چرا زودتر کلیک نکردم. ولی وقتی وارد دوره آزمایشی شدم باور کنید به 1 هفته نرسید تصمیمم رو گرفتم. چرا؟ چون مثلا یه سری عزیزان میان با من تماس میگیرن با 5 نفرتون حرف زدم. خب اگه شما از 5 نفر دارین چیزای مختلف میشنوید و نمیتونید تصمیم بگیرید، دوره آزمایشی ما اصلا هیچ ریسکی توش نداره. $149 آمریکایی از هر جای دنیا باشید اونو پرداخت میکنید و تا 30 روز میتونید پولت رو پس بگیرید. یه عده میترسن میگن پس داده نمیشه به ما، به شما پس داده میشه، برای اینکه این سیستم این کمپانی 50 ساله است. 7 سالم داره به صورت آنلاین کار میکنه. تو این 7 سال ما چی داشتیم؟ جنگ اوکراین داشتیم، کووید داشتیم و همینطور این تعداد 190,000 همینجور داره بالاتر و بالاتر میره. این باید به شما یه چیزی بگه. شما به محض اینکه $149 رو پرداخت میکنید یه رسید دریافت میکنید و به شما میگه که شما میتونید پس بگیرید این پولتون رو. بنابراین جای نگرانی نداره. باور کنید هیچ کس نمیتونه برای شما تصمیم بگیره. شما باید بیاین ببینید که آیا اینو دوست دارید یا دوست ندارید. پس اگه تو فکر هستید و این اسم و ایمیلتون رو برای هر کدوم ما بنویسید. ما توی قسمت پیام ها وبسایتمون رو میذاریم، تو پیج خودمون میتونید برید خودتون ثبت نام کنید. اگه سوالی داشتید برای ما بفرستید. اگه ما ببینیم تعداد سوالا از 4 نفر ما زیاد بود ممکنه دوباره برگردیم، بستگی به شماها داره و در خدمتتون هستیم. بعد از مرحله آزمایشی میتونید که وارد دیگه تصمیم بگیرید و بیزینس خودتون رو شروع بکنید. پکیج‌های مختلف داریم. این یک کار 9 to 5 نیست عزیزان من. این سرمایه گذاری میخواد، بیزینس خودتونه. اگه کسی به شما بگه که شما بیا $149 یا $100 یا $200 بده بعد به درآمدهای 5 رقمی برس، اون وقته که شما باید شک کنید. نه یه سیستمی که به شما میگه که ما سرویس داریم، ما پروداکت داریم ولی ما چیزی نمیفروشیم ولی فروش وجود داره. ما از اول همه اینا رو به شماها گفتیم. بنابراین اگه یک همچین چیز رو میخواین بیاین امتحانش کنید، انشالله که بتونین تصمیم بگیرید و ما نمیتونیم واقعا تو 20 دقیقه 25 دقیقه تمام جزئیات رو برای شما توضیح بدیم. عزیزان که اینجا هستید، لیلا جان، آقای حمیدرضا، پگاه جان، چیزی میخواین اضافه کنید اضافه کنید. سلام جان، من خیلی از افراد میان میپرسن که خب شما نمیاین چرا خودتون راجع به این بیزینس صحبت کنین و میگین که بیاین وارد دوره آزمایشی بشین. به چند دلیل. یکی اینکه یه ویدیوی 2-3 ساعته میاد براتون کامل و دقیق راجع به این بیزینس براتون توضیح داده شده که اصلا کلا کمپانی که ما باهاش همکاری میکنیم، بیزینس پلن، کامیشن ها و تمام جزئیات این بیزینس برای شما توضیح داده شده که ما در اون ویدیوی 2-3 ساعته رو نمیتونیم بیایم توی 5 دقیقه وایس برای شما بزنیم. و دلیل دیگه اینه که شما باید از دیدگاه خودتون به قضیه نگاه کنین و وارد جزئیات این بیزینس بشین. من رفتم نگاه کردم، از نظر من خیلی خوب بود، عالی بود، همه چیزاش با من مچ بود. من نمیتونم اون چیزایی که از دیدگاه خودم هست رو به شما انتقال بدم. برای همین ما این فرصت رو برای افراد گذاشتیم که خودشون بیان تحقیق کنن، بررسی بکنن و همچنین شما میتونید وارد یک صفحه فیسبوک بیزینسی ما بشین که افراد زیادی 190,000 نفر الان در این بیزینس دارن اونجا کار میکنن، اونجا اومدن صحبت میکنن، بک‌گراندهای تحصیلیشون رو میبینین، درآمدا رو میبینین، حتی میتونین باشون کانکت بشین، میتونین ازشون سوال بپرسین و خودتون تصمیم بگیرین که آیا این بیزینس مناسب شما هست یا نه و کاملا ریسک فریه. نخواستین $149 برمیگرده. دقیقاً
آقای حمیدرضا، لیلا جان شما مگه دوست دارید یه چیزی بگید تا من ببندم؟ خواهش میکنم. بله، همینجور که پگاه خانم عزیزم گفتن، واقعا این شروع این بیزینس، آخه بعضیا به من پیام میدن که حتی مثلا از دانشجویان قدیم من هستن، میگن که استاد خب ما میدونیم به فرض شما موفق بودی این کارم شروع کردی، موفقی، پس بنابراین باید حتما تحصیلاتی داشته باشی. نه عزیز من، اصلا همچین چیزی نیستش. چون 0 تا 100 اینجا به شما آموزش داده میشه. حتی باورتون نمیشه من وقتی وارد این بیزینس شدم اصلا من از سیستم دیجیتال بیزینس مارکتینگ چیزی نمیدونستم. من حتی کامپیوتر رو خب در حد نیازی که برای کارام استفاده میکردم، ایمیلامو چک میکردم و در حقیقت برای همون کارهای روزمرم استفاده میکردم که الان همه دارن این کارو میکنن. و این آدمی هم نبودم خیلی اهل سوشال مدیا باشم. اینا میخوام بگم همه اتفاق افتاد. ما حتی اینجا افرادی داریم که تحصیلات خیلی خیلی ناچیزی دارن اما بسیار موفقن، چون 0 تا 100 رو از ابتداش آموزش به شما داده میشه، خیلی دقیق، همه چی در اختیارتون هستش. یعنی این رو هم به هر حال من میخواستم اضافه بکنم که دوستان اصلا نگران نباشن که باید حتما تجربه قبلی داشته باشن، تحصیلات آنچنانی داشته، اصلا ابدا اینطوری نیست. بسیار عالی. لیلا جان، در کنار آقای حمیدرضا اینو بگم که شما حمایت منتور و کوچ دارین و حتی اگه اونا در دسترس نباشن گروه‌های حمایتی هست، هر کدوممون از هر نقطه جهان به یه ساعتی به شما بالاخره جواب میدیم. این بیزنس اینترنشنال شناخته شده است، در 42 کشور آفیس دارن، اداره دارن و میتونین فیسبوک همه ما رو فالو کنین و که ببینین ما آدم‌های واقعی هستیم. بسیار هم عالی. فقط دوستان عزیز اینو باید بگم که متاسفانه به دلیل تحریمات در ایران و افغانستان قابل اجرا نیست. متاسفانه خیلی از عزیزان با ما تماس میگیرن. به امید روزی که کشورهای عزیزمون هم از تحریمات در بیان و شما بتونید که بیاین و به جمع ما اضافه بشین. و یک مورد دیگه در مورد سرمایه گذاری، چون که یک آفریه که یک پروموشنیه که فقط تا 24 مارس وجود داره برای عزیزان استرالیایی. اگه شما در استرالیا هستید یا اگه عزیزی در استرالیا دارید، تا به حال همچین موردی پیش نیامده، اولین بار برای دوستان استرالیاییه که برای سرمایه گذاری اولیه میتونن که یک وام 3 ساله بدون بهره بگیرن و به امید خدا بیزینسشون رو شروع کنن. حالا ما امیدواریم که کمپانی خیلی خوشحال باشه، بعداً به ماها این ورا به بچهای بقیه دنیا هم همچین آفری بده، ولی فقط تا 24 مارس فرصت دارید عزیزان استرالیایی. این فرصت رو از دست ندید. اگه واقعا فکر میکنید حتما بیاین تو دوره ترایال و خودتون از نزدیک ببینید. من تشکر میکنم از شما 3 تا دوست عزیز که وقتتون رو دادید اومدید و از همه دوستایی که ما رو از سراسر دنیا دارن نگاه میکنن. هر جای دنیا باشید شاد سلامت باشید. مرسی. خدا نگهدار.